عبارت کرامات اولیاء الله از نص قرآنی و حدیث نبوی اثبات دارد یا ندارد؟ کرامت یک امر حقیقی و واقعی است که از نصوص قرآن ثابت است. سوره بقره در حکایت حضرت مریم رضی الله عنها قصه طولانی است. وقتی که به کفالت حضرت زکریا علیه السلام تعلق میگیره، در بیت المقدس برایش محراب و معتکف میسازه، در اونجا عبادت خدا را میکنه. خداوند متعال حکایت کرده است: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هر آینه که حضرت زکریا علیه السلام در محراب حضرت مریم داخل می شد، در پیش مریم روزی ها و میوه های مختلف، رزق های مختلف نهاده می بود. یعنی میوه تابستان در زمستان و میوه تابستانی در زمستان و زمستانی در تابستان به پیش از او موجود می بود. حضرت زکریا تعجب می کنه: یا مریم انا لک هذا، ای از کدام جای، از کدام طرف می آید؟ او در جواب می گه من عند الله، از جانب خداوند متعال می آید. نص قاطع قرآنی است. این کرامت یک زن که ولی است، پیامبر نیست، چرا در زن پیامبر نداریم؟ این از جمله اولیاء الله است. خداوند برش کرامت داده است که رزق هوایی برش می آید، رزق هوایی برش می آید و او را نوش جان می کند. حدیث بخاری است: رسول الله علیه السلام یک جماعت را به طرف مکه مکرمه قبل از فتح مکه می فرستد که زید بن ثابت، زید بن دفنته، حضرت خبیب رضی الله عنه مبارک در امین جماعت بودن. بالاخره کفار میاره، برشان تهاجم میاره. ابو عاصم، حضرت عاصم رضی الله عنه مبارک هم است، او را بر شهادت میرسانه در سر یک کوه. این صحابی جلیل القدر از جمله آنانی هستند که در مکه مکرمه چند تن از کفار را قبلا مردار نموده است. یک زن در مکه است، او نظر مانده است اگر کلی حضرت عاصم کس به ما بیاره، در کلی از او شراب می نوشم، 100 شتر برایش می دهیم. وقتی که اهل مکه خبر شدن که حضرت عاصم را شهید کردن و در سر کوه قرار داره، رفتن که کلی از او را ببرن و 100 شتر را به دست بیارن. خداوند متعال زنبور می فرسته. این کرامت حضرت عاصم است و مقابله دشمنش می کنه. هیچ کس نمی تواند که جسدی از او را بیاره. حضرت خبیب رضی الله عنه را در همین حدیث در بخاری ثابت است، گرفتن زنده بردن، بالاخره به دار کشیدن. 40 شبانه روز در گرمی مکه به دار اویزان بود. رسول الله علیه السلام از مدینه منوره حضرت زبیر ابن عوام با یک صحابی دیگر میفرسته که او را پایین بکنه. شب در مکه رسید که خبیب سردار است، کفار در گردیدار خواب هستند که کسی نبره. حضرت زبیر بالا می شود، حضرت خبیب را پایان می سازه و به اسب خود در پیش روی خود می گیره، به طرف مکه اسپار می شوند. کفار بیدار می شود که حضرت خبیب نیست، به طرف مکه پشتشان می رود.